آقا سلام، مخلصم. سلام که دیگه داداش ما 3-4 ساعت پیش سلام علیک کردیم. انقدر آرنجم و کتفم و دیگه چه میدونم اینجای دست، اینجا چی اسمش، مچ، انقدر مچ دستم و اینا درد میکنه حاجی، اصلا نمیتونم تکون بدم. چون تو اون یارو گلفیه که میزدی اون فرق داره، میدونی اینجایی که میزنیم، اینجایی که یعنی دیروز رفتیم زدیم باز بود، بعد میخواستم خیلی خفن بزنم تمام حاجی. این کلاه رو نباید حاجی زیر آفتاب بذارم اونجا، کلاه رو باید وردارم، رنگش همه داره میره. میرم آفیس 1-2 ساعت کار دارم، بعد باید برم سن آنتونیو، یه روب کار دارم برگردم هیوستن. یعنی ساعت الان برم ساعت 3 اینا برمیگردم هیوستن دوباره. خیلی خیلی آقا احساس نمی‌کنید این وزن بدن من یه ذره غیر عادی بالا پایین میشه؟ خودم همچین احساسی میکنم. من دیروز 95 بودم، امروز 92 هم. بعد داداش اصلا ربطی نره دستشویی میری داداش، من که سنگ و آجر نمیخورم میرم دستشویی 2-3 کیلو کم شه و که نمیدونم قضیه چیه. باید میخوام برم ریش و موهامو بزنم، اینقدر انرژی بد تو بدنمه به خاطر این مو ریش. همیشه ریشام که بلند میشه همینجوریه. میرم آفیس و میرم سن آنتونیو، باید زنگ بزنم به این آرایشگر وقت بگیرم، چون میاد خونه حاجی مو میریزه همه جا، دهنم دیده میشه 3 روز باید خورده مو جمع کنم. منم حساسم رو تمیزی، اصلا یه اوضاع غمنگری میشه. آره دیگه همین دیگه حاجی، حال ندارم حقیقتا. قرص رو نخوردم میخوام ترک کنم. اصلا داداش هر چیز شیمیایی رو میخوام ترک بکنم، حتی قرص. الان همین قرصایی هم که خونه دارم باید اونا رو هم گیاهی کنم همه رو. داشت من بدنم سالمه الان، فهمیدی؟ بعد من الان از این سن بخوام این قرصا رو بخورم دیگه سنم بره بالاتر، باید فکر کنم دیگه سرم به من وصل کنن. برای همین از امروز میخوام بجنگم. ای آیسان جنگجو بجنگ پسر قدیر. من اگه بچه ها دیدین یه رو تو کما رفتم همینجوری حال مال نرم، 1-2 روز بعد ردیف میشه دیگه. همین دیگه. آمریکا رو ببین، عمری کار اسمشو باید بذارن، فقط باید کار کنی، تمومی نداره. بچه ها کار خیلی عالیه. دیروز حاجی گفت یادم رفت، کار جوهر مرده. من میخوام بی جوهر باشم، باید کی رو ببینم؟ جوهر نمیخوام، من مدادم. آقا از کجا میشه سوال کرد که اگه من بخوام بیام 1 هفته ایران بمونم منو میگیرن یا نه؟ جایی هست؟ چه اداره‌ای بود سوال؟ آخه اداره زنگ بزنی حاجی آدمو میکنن، میگن نه تو که کاری نداری بیا اینجا. بعد حاجی تو فرودگاه میدارسن منو بگیرن ببرن تو این نیوز پیوزا بزنن پسر قدیر دستگیر شو. حاجی خواهم بیام من باید بیام اونجا کودتا بکنم منطقه رو. حتی من فکر کنم من وارن تو اون اتاق بتونم میذاره باشون صحبت بزنم. نه دیگه اونا اکثرا نقاب دارن، بعد چش منم بسته است، من نمیدونم با کی میخوای صحبت بکنی که. نه نمیام، ولش کن. ولی حاجی نه بابا کجا بیام، ما رو میگیرم میزنم تا رست میکنم بابا. الان 2000 تا دایرکت. نه پسر من بیا با تو کاری نداریم، فقط میخوایم بذاریم. آقا چند تا ایمیل گرفتم گفتم باید اداره اوقاف و کمیته امداد زنگ بزنه ببینیم ممنوع خروجه. این کمیته امداد ای خدا این خونه ما قدیر و عموی خدا بیامرز من ایرج خان خیلی اهل صدقه بودن. اینا هر روز صبح که میرفتن صدقه میذاشتن کل خونه ما. این دیوانه ها ساعت مثلا 10-11 صبح، اینا که میدونی هیچ کدوم 6-7 صبحی نبودن، همه 10-11 بیدار میشدن تا شکم کار کنه، 1 میرفتن بیرون. یعنی یه جورای مردم برای نهار میومدن خونه، اینا تازه بسم الله میرفتن بیرون. تا صدقه رو مینداختن من با پیشگوشی صدقه رو وا میکردم، همه صدقه رو خالی میکردم. بعد کمیته امداد که میومد پول رو ببره میدید پرم توش نیست دیگه، نمیدونی یه مزعصف اینجا پسر قدیر خودش خالی میکردم. سیگار میخریدم، اینقدر پول بودم. سیگار رو از این آدامسا بود که میزنی برمیگرد. بعد مرده که میومد
کلید مینداخت واکنه دیگه نمیدونست که من با پیشگوشتی خواهر کلید بودم. و تا می اومد میدیدی چی نیست، میخواست به زنموی من بیاد بگه این چرا خالیه. من به زنموی من میگفتم عقب، میگفتم فلانی، ریدم تو خودم. رید تو کاسه کوسه ما. هیچی. بعد من به زنموم، همین که منو بزرگ کرد، بهش میگفتم مامانی، یعنی میگم که هنوزم هست، میگفتم مامانی. میگفت چیه؟ میگفتم که من قبل اینکه در رو وا کرد من دیدم پولا رو گذاشت تو جیبش رو. بعد اینم بنده خدا سمبالا و پیرزن بود. بعد این از اینایی بود که مثلا خیلی جانماز و فکر میکرد که مثلا امام خمینی مثلا امام 13ام نمیدونن دیگه، محلی بودن، شمالی قدیم. زنای شمالی یادتون باشه خیلی سادن بنده خدا، هرچی مردا زرنگن بازی رو بلدن که یه دونش خودمم، خانوما خیلی ساده چمن، قدیمی ها رو میگم. بعد میگم نگاه کن ما برای کی انقلاب کردیم، اینا که همه دزدن که دیگه نمیدونست که شادوز خودش 3-4 سال صدقه رو دوز. آره دیگه. بعد هر موقع مدرسه میرفتم یا سوپرمارکت، بابا کسی اون موقع چیز نمیکرد که پولی تو جیب کسی نبود که. من صدقه خونه خودم، صدقه خونه عمه منم روبروی ما بود، اصلا هر جا میرفتم مسئول کمیته امداد من بودم دیگه، تمام صدقه رو خالی میکردم همه رو. بعد صدقه های مثلا تو شهر بود اونا رو نمیشد، پیشگوشتی میخواست بندازی لبش، پیشگوشتی میشکست. اونایی که تو خیابون بود، آهنیا که پایه داشت، اونا رو چند بار میخواستم اصلا بکنم کلا ببرم، نمیشد، نمیشد. آره. بعد دیگه هیچی دیگه. ولی الان هرچی اون موقع دارم ضریب بر 10 دارم برمیگردونم همه رو، یعنی کمک میکنم و اینا. آره یه 3-4 سالی خواهر صدقه رو یه جورای خواهر کمیته امداد بودم. حتی اونا می‌خواستن چیکار کنم فکر کردی، اونا می‌خواستن بخورن دیگه، ولی نمیدونستن که شیرومرد دیگه. الان دیگه قشنگ منو ممنون ورود کردن دیگه، الان دیگه 100% ریده شد تو همه چی. آقا سلام، خسته نباشین. من رفتم آفیس، کارمارامو انجام دادم. بعد میگم کاری که نکردم، که همینجوری تاکس زدم میگم چه خبره. الان دارم میرم سن آنتونیو که بعد برم سریع برگردم بیام، باید برم آرایشگاه، شام باید بریم شام، من و حاجی و یه مهمون دیگه همونو با برایان. این تلگرام بود، تلگرام چنل درست کرده بودم، چنل رو پاک کردم، همین فقط تلگرام رو دارم برای همین آشناها که برای من موزیک آهنگ بفرستم. میدونی چرا پاک کردم؟ داداشی من کار میکنم از ساعت 9 تا 8 شب، من میخوام فوکسمو بذارم رو همین اینستاگرام، نمیتونم. ببین چه لایی میکشم، نها کنی علی حال کردی چی مویی زدم. خب نمیتونم اونور استوری بذارم و اینور بذارم و داشت من کار میکنم. بعد من سن شغل من، درآمد من چیز دیگه است، درآمد من اینجا نیست داداشی که میدونی. پس من چنل تو تلگرام ندارم، ولی داداشی حالا حاجی با ما رفیق فامیل، شوخی میکنیم، سرکله هم میزنیم، ولی شریک منه. خب من داشت میگن در گربه بازه، حیای سوسمار. خب چی بود؟ در دیزی بازه، حیای چی بود؟ گربه بازه و حیا بازه، دیزی صاحب چی اون. خب منم بخوام اگه همش تو گوشی باشم، حاجی میگه آیسان خودت بس کار که نمیخوای بکنی که، بس دیگه هیچی دیگه، یه ذره وضعیت خوب شد، احساساتی شدی، پس دیگه نمیخوای دیگه. من میخوام مثل حاجی پولدار بشم، فهمیدی؟ میخوام فقط تو همین اینستاگرام باشم. تلگرام دارم ولی دیگه شخصی، همین آشنا ماشنا میخوان آهنگ جوکای برای من بفرستن خنده منده کنیم و اینا. چنل منل دیگه ندارم. آقا من چنل تلگرام ندارم و تلگرام چنل ندارم. آره پس کورتاگر چنل نداره. آقا تو راه هم دارم میرم سن آنتونیو دیگه، حرف آپتین رو دارم گوش میکنم. دارم 2 تا غذا خریدم، خب اونو برنجیناشو نخوردم، مرغاشو ریختم اینجا، میخوام پروتئینمو زیاد بکنم. تازه فهمیدم که اگر میخوای بدن خوبی داشته باشی باید پروتئین خیلی بیشتر از کربوهیدرات بخوری. بچه‌ها همین، خداحافظ.